تموم فینیشرهای کال آف موبایل. برو بریم. مورد اول ساده ترین فینیشر کالافه که به صورت پیش‌فرض هممون روی اکانتمون داریمش و خیلیمون هم باش خاطره داریم. البته شماره 2 یه ذره گرفتنش سخت‌تر بود، باید یه سری مراحل طی می‌کردید، ولی اینجوری لگدو میزنه تو صورت انمی، خیلی باحال. و اینم فینیشر اسپکتر متیک که انمی رو به سیخ میکشه، خیلی گنگه. من هیچ وقت اسپکتر نداشتم، دوستش دارم، ولی این فینیشر رو بچه‌ها من خیلی دوست دارم. شما توی کامنت ها نظر بدید که کدوم فینیشر از همه خفن‌تره، ولی من انتخابم تمپلار متیکه. فینیشر سایرن متیکو داریم که اینجوری انمی رو برعکس میکنه، میفرسته هوا و میزنه تو آب، خیلی باحاله. و این کاراکتر هم میدونم خیلیاتون دوست دارید و فینیشرشو گردن انمی رو میبره. این فینیشر رو بچه‌ها من درک نمیکنم که چه اتفاقی میفته، انمی فقط غیب میشه. سوفیا متیک و دارک شپرد متیک که من فینیشرشو خیلی دوست دارم، تازه هم تو کالاف اومده و انمی کلاغ میشه، پر میزنه میره. بریم سراغ کاراکترهای گاندام که کاراکترهای رباتی ان و فینیشراشون رو با هم ببینیم. کلا با سیخ سر و کار دارن این کاراکترها. من کلا کاراکتر رباتی ها رو نیستم بچه‌ها،